تلویزیون وارد کرد، گفتن ابزار شیطانو وارد کرده. به زنها حق رأی و حق کاندیدا شدن رو داد، گفتن داره فساد رو ترویج میده. تو مدرسه به بچه‌ها مزد داد، گفتن میخواد شهوت بچه‌ها رو زیاد کنه. بلیطای لاتاریو به مردم داد، گفتن قرعه کشی و شانسی برنده شدن حرامه. پنجمین ارتش قدرتمند جهان رو تشکیل داد، گفتن بودجه مملکت رو بیهوده مصرف میکنه. جشنای 2500 ساله رو برپا کرد تا تمدن ایران رو زنده نگه داره، گفتن ثروت ایران رو خرج خوشگذرونیاش میکنه. نفت گرون شد، گفتن همه پول نفت رو میخوره. نفت ارزون شد، گفتن نوکر بیگانه هاست. چند همسری رو ممنوع کرد، گفتن قوانین ضد اسلام وضع میکنه. تقویم ایرانی رو از تاریخ عربی به تاریخ ایرانی تغییر داد، گفتن ضد دینه. با میل خودش از کشور رفت، گفتن فرار کرده. محمد رضا شاه پهلوی مردی بود که دستش نمک نداشت. همین. اگه دوست داری بیشتر درباره تاریخ سیاسی کشورت بدونی، پیج جهان باستان رو دنبال کن.